سفر رسمی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و ناحیه تاجیک‌آباد با غرور و اصالت ملی پارسایانه و با احساس بلند از مسئولیت شناسی امروز همچون یک جوان صاحب استعداد ناحیه میخواهم منتداری خود را از نام کل جوانان ناحیه و محترم پیشوای معظم ملت رسانیده باشم. بگذار آسمان بخت و سعادت و آفتاب همایونی نیکی و ارادت همیشه نورپاش و شعله افشانی نوری های ایشان باشد. با استفاده از فرصت مناسب و فضای صلح و آرامی میخواهم چون یک جوان مشرف گردیده با گرفتن کوتای پریزیدنتی منتداری صمیمانه خود را با عرض احترام به اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت بنیادگذار کاخ بیگزنگ و پرنور جلای صلح و وحدت محترم امام علی رحمان رسانم که برای ما جوانان بهترین امتیازها چون کوتای پریزیدنتی و سپندیه پریزیدنتی را پیشنهاد می نماید و برای تحصیل سازگار ما محیط آرام و آسوده و شرایط خوبی تحصیل را فراهم آورده است. ما جوانان در برابر این غمخواری های پدروارانه و شبانه روزی او خوب تحصیل نموده با بهای خوب و اعلی خوانده چون پیروان اسیر پیشوای معظم ملت و وطن عزیز خود صادقانه خدمت می نماییم و ارزگزار و مقدسات و آیین نیک نیاگان می باشیم.